أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، در سوره رعد وجه تسمیه زیر علما میگن که رعد میگن چون رعد و برق یکی از حوادث آسمانی هست که در ابرها و در آسمان صورت میگیره و نشانه های از قدرت الله متعال است. اگرچه الله متعال بعضی از مخلوقات خود به اساس رحمت خود خلق کرده که این مخلوقات رحمت می باشند برای بشریت، ولی بعضی اوقات است که امی ابر، باد و بسیاری از مخلوقات را که الله خلق کرده به اساس بیدینی و گناهی از اینا این مبدل میشه به چی؟ مبدل میشه به عذاب. در این سوره مبارکه ارتباطش با سوره قبلی است که در سوره قبلی یک شخصیت بزرگوار اسلام، یک پیغمبر معصوم الهی یوسف علیه السلام معرفی شد. در این سوره مبارکه الله متعال به مو قسمه که یوسف علیه السلام بر مردم توحید بیان کرد، ربوبیت الله را بیان کرد، تخصیص عبادت خاص برای الله بیان کرد. در این سوره مبارکه همین موضوعات توحید، اقسام توحید، پاداش موحدین و جزای منکرین و دلایل توحید در این سوره مبارکه بیان میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را. الف لام میم را حروف مقطعات است. الله اعلم بمراده. الله معنایش و مرادش بهتر میفهمه، ما نمیفهمیم. تلك آیات الكتاب، تلك این است آیات الكتاب، آیات الكتاب، امی قرآن عظیم الشان. یعنی در سوره های مختلف الله متعال به خاطر ایمان داشتن به کتاب الله تایید میکنه که این آیات که است ای از کتابی هست که الله متعال ای را نازل کرده. والذی انزل الیک، والذی و آنچه که انزل نازل کرده شده است الیک به سوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من ربک از جانب پروردگارت، الحق و حق است. ای حقیقتا یعنی ای آیاتی که در مقابل شما قرار داره، ای آیات کتاب است منزل. از طرف کی نازل شده؟ از طرف رب العالمین. به چی دعوت میکنه؟ به حق. حق چیست؟ توحید است. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لكن اکثریت مردم نمیفهمند. حال الله متعال دلایل قدرت خدا، دلایل ربوبیت خدا که الله خالق است، مالک است، مدبر است، 3 دلیل از قدرت آسمانی بیان میکنه و 6 دلیل از دلایل قدرت خود در زمین بیان میکنه. اول دلیل قدرت الله در آسمان ها چی میگه؟ الله الذی، الله الذی او ذاتی است که رفع السماوات بغیر عمد. الله متعال ذاتی هست که رفع بلند نموده است از سماوات آسمان ها را بغیر عمد، بدون ستون. ترونها که شما ایره میبینین. یک تفسیری قسم میشه. یک تفسیر دیگه علما مفسرین کرام گفتن که رفع السماوات بغیر عمد ترونها، الله متعال بلند کرده این آسمان ها را بدون ستونه که شما او را ببینید. چی مقصد؟ مقصدش اینجاست که قوه جاذبه، این آسمان ها توسط قوه جاذبه کنترل میشن که شما این قوه جاذبه را دیده نمیتونید. از این خاطر علما میگن که یکی از اعجاز علمی قرآن است که هنوز مردم قوه جاذبه را نمیشناختن، لکن قرآن عظیم شان ای را بیان کردن و مفسرین ای را تشریح کرده که یعنی آسمان ها ستون های دارن، لکن او ستون ها را شما دیده نمیتونین، که در اصطلاح ساینس و تکنولوژی را به نام چی میگن؟ به نام نیروی جاذبه یا قوه جاذبه. ثم استوى على العرش. باز الله متعال
مستقر شد، استوا نمود به چی؟ به عرش. استوای عرش که است عقیده علمای بزرگ اسلام، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی، امام مالک و امام احمد ابن حنبل و پیروای از اینا 4 مذهب فقهی بودن، در فروعات فقهی با هم اجتهادات مختلف داشتن. عقیده کلشان یک عقیده است، عقیده قرآن و سنت است. عقیده از یا چی هست که در این آیات قرآن تشبیه نمیکنیم، تعطیل نمیکنیم، تعویل نمیکنیم، تمثیل نمیکنیم، بلکه میگیم استوای الله بر عرش کما یلیق بجلاله و عظمته. اما قسم است که به جلال و عظمت الله شایسته است. ما در این تعویل و تشبیه و یا تعطیل این کارها را نمیکنیم و تمثیل نمیکنیم. از همین خاطر اما قول امام مالک رحمه الله است که الاستواء معلوم. چی معنی؟ استوا معنایش معلوم است، به معنای استقرار، مستقر شدن. و الکیف مجهول، کیفیتش ما نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ به خاطر که مربوط غیب است. و الایمان به واجب، ایمان امام صاحب مالک رحمت الله علیه میگه که ایمان به واجب است. چرا که در قرآن آمده. و السؤال عنه بدعه، در مسائل غیبی مداخله کردن این بدعت است، ناروا است. صحابه این گپا را نمیزدن، میگفتن خلاص این مربوط غیب است، ما در مسائل غیبی مداخله نمیکنیم. و سخر الشمس والقمر، و الله متعال دومی قدرت خدا بیان میکنه. دومی دلیل قدرت خدا چی بیان میکنه؟ میگه که اولش چی بود؟ خلق کردن آسمان ها و بلند کردن آسمان ها بدون ستونه که شما او را ببینین. دوم عرش یک مخلوق الله هست که الله متعال به این هر شعم چی داره؟ قدرت داره، سلطه داره. و سومی دلیل قدرت الله مسخر نمودن آفتاب و مهتاب است. اگر این آفتاب و مهتاب برای ما و شما مسخر نمی بدن، اگر امی نور آفتاب بدون تسخیر برای انسان ها میتابید، ما و شما را کل ما را در میداد. لکن الله او را مسخر ساخته و 24 ساعت این آفتاب ما و شما انسان ها استفاده میکنن، لکن برشان ضرر نمیرسانه. کل یجری لاجل مسمى، تمام از اینا در جریان هستند. کل یجری یعنی آفتاب به اساس آیات قرآنی، آفتاب، مهتاب، سیارات کلشان در چی هستند؟ در حرکت هستند. لاجل مسمى، تا اونمو مدتی که الله متعال بر از اونا مقرر کرده. روزی که باز مدتش ختم شد، باز اونا کلشان تکت تکه میشن و این نظام شمسی از بین میره. الله متعال میگه یدبر الامر، 3 قدرتش گفت، سخر الشمس والقمر. 4می قدرت الله در اینجا چی است؟ همه جاری هستند به امر الله. پس آفتاب، مهتاب، سیارات، نظام شمسی، کهکشان ها، کل از اینا به امر الله چی هستند؟ در حرکت هستند تا یک مدت محدود. این هم از قدرت الله است. تا بال شما شنیدین کسی گفته باشه که آفتاب کهنه شده، مهتاب کهنه شده، کوه کهنه شده؟ چیزایی که الله خلق میکنه و همون دیگه اپدیت شدگی همیشه. آفتاب اینمیاله تا آفتاب 14 قرن پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش، 10000 سال پیش هیچ تفاوت نداره. و کسی تا بال دیدین گفته باشه که آفتاب کهنه شده، مهتاب کهنه شده؟ نه، همون تو که هست. این کوه است، این میگی کوه را میبینی کهنه است، اما خانه‌ای که انسان ها جور کرده چی است؟ خانه‌ای کهنه هست. پس اینا کهنه میشه. پس این قدرت الله متعال است که اینا را در حرکت آورده. این دیگه قدرت الله هست. دیگه قدرت الله چی است؟ پنجمیش یدبر الامر، الله متعال است که مالک مدبر است. یک موضوع اعتقادی هست. تدبیر آسمان ها، تدبیر زمین، تدبیر مخلوقاتی که در آسمان هاست، تدبیر مخلوقاتی که در زمین هست، کل از اینا مربوط کی میشه؟ مربوط الله میشه. یفصل الآیات، متوجه شدن؟ تفصیل میدهد الله متعال ای آیات را. لعلکم، این دلایل الله متعال چرا بیان میکنه؟ علتش چی است؟ میگه تفصیل به تفصیل ای نشانه های قدرت الله در آسمان ها و زمین بیان میشه تا شما انسان ها شاید که به ملاقات ربتان یقین بیارید.
یعنی اگر کافر هم در این مسائل تحقیق بکنه و متوجه شود، باز ایمان میره که این خالق که اینا را خلق کرده، ما امروز از او ملاقات میکنیم و اینجا باز اینا صاحب چی میشن؟ یقین میشن. و هو الذی تقریبا 6 دلیل قدرت در آسمان ها گفت. الله متعال دلایل قدرت خود در زمین میگه. دلیل اولش گستراندن زمین بر ما و شما هموار نشان میده، با وجودی که زمین ساختمانش یا کروی هست یا بیضوی هست یا هر شکلی که هست، لکن در نظر ما و شما چی است؟ این زمین اما هموار است و امتداد ایره داده. پس این امتداد زمین که این قسم ایره گسترش داده، این قدرت از مجموعه چی است؟ مخلوقات الله هست. این قدرت اول. و هو الذی، و الله ذات است که مد الارض گسترده الارض زمین را، و جعل فیها، دومی قدرت چیز که و جعل فیها رواسیه، که در زمین جاگزین ساخته کوها را. و در آیات دیگر میگه که امی کوها مثل میخا هست. علمای زمین شناسی حالا که تصویر گرفتن دیدن که واقعا هر کوره که ببینی به می اندازه که سرش معلوم میشه، به می اندازه در زمین مثل میخ وارد چی رفته؟ فرود رفته. این هم به خاطر چی است؟ وقتی که هموار برای ما و شما ساخته، به خاطر که انسان نورمال زندگی کرده بتانه. کوها هست، اگر این کوها نمی بود، جریان زمین اگر ما و شما احساس میکردیم، همه روزه دلبت میبودیم، سر ما درد میکرد. مثل که یک روز مثلا از صبح تا شام در موتر رفتین که موترهای خشره باشه که خوب لرزه تان بته دیگه. این حالا بازی دیگر که در خانه شام میرسید تکت هستی. فکر کو اگر زمین حرکتش ما و شما احساس میکردیم، هر روز که نمیخواستیم گنگس میبودیم گنگس. یه از رحمت الله هست کوها را مانند میخاس رزیزه که این زمین ولو که حرکت میکنه ما و شما امو حرکت زمین احساس نمیکنیم. سومی قدرت. و انهارا، خلقت نهرها، شما در بحرها برین ببینین مخلوقاتی که در بحرها هست، مخلوقاتی که در دریاها هست، خود دریاها، سرچشمه از اینا، جمع شدن از اینا، کل از اینا دلایل قدرت است. چهارمیش و من کل الثمرات، و از تمام میوه ها جعل فیها الزوجین، از هر کدامش الله متعال 14 قرن قبل گفته. این هم اعجاز قرآن است در علوم زراعتی. علمای متخصص ساینس امروز آمدن، متخصصین زراعت میگن که بله در نباتات هم مذکر و مؤنث وجود داره. الله متعال 14 قرن قبل به اساس علم غیب خود بیان کرد که این نباتات هم ثمرات میوه هایی که در زمین هست جعل فیها زوجین اثنین، بر هر کدامش 2 جفت است، مذکر و مؤنث. پنجمی دلیل قدرت الله، یغشی اللیل النهار، شما ببینید که امیر روز را توسط شب با شب چی میکنه؟ با تاریکی. یا مثلا زمین تاریک است، توسط نور ایره دوباره چی میکنه؟ همین پرده تاریک از این دور میکنه، پرده نور بالا ازی میاره، روشنی. یغشی میپوشانه شب را توسط نهار. اصلا زمین تاریک است، اما وقتی که روشنایی که الله متعال خلق کرده او روشنی بعد زمین میخوره، باز بالاخره زمین چه میشه؟ روشن میشه. میگه این تمام این دلایل برای کی گفته میشه؟ ان فی ذلک، در امی دلایلی که برای شما گفته شد، در چی هسته؟ لآیات لقوم یتفکرون، این دلیل است بر مردمانی که صاحب تفکر و اندیشه هستند، و مردمای صاحب فکر است، اندیشمند است، دانشمند است، روشن فکر است. اما انسانهای کونه فکر، انسانهای جاهل، انسانهای غیر معقول، انسانهای ماده پرست، باز این دلایل برشان هیچ تاثیر نمیکنه. از این خاطر ما و شما ببینیم که بسیاری از علمای بزرگ ساینس و تکنولوژی روز به روز مسلمان میشن. ششمین دلیل قدرت الله متعال که نشان میده بر ما و شما، و میگه و فی الارض، و در زمین قطعاتی هست که متجاورات، در کنار یک دیگر هستن، لکن با هم چی هستن؟ با هم همجوار هستن، لکن در بین از اینا چی هست؟ میوه ها، درخت ها و چیزهایش مختلف است. و جنات، و باغ های است، من اعناب، از انگور، و زرع، و کشزار است، و نخیل، و خرما هست، سنوان، بعضی خرماها مثلا چی است؟ سنوانی رو میگه که مثلا یک تنه داشته باشه، باز تو شاخ علیده جدا شده، بعضش تو یک دانه کلان می داشته باشه.
پس او را سنوان میگن و دیگهش غیر سنوان میگن. سنوان یعنی شاخه ها در بین خودت داره، جدا جدا شده، و غیر سنوان و بدون شاخه ها. یسقا بماء واحد، میگه شما سیل کنین تمام این میوه‌جات یک قسم آب می نوشن، یک قسم آب میگیرن، اما هر کدام از یا اشکال، الوان، رنگ ها و ذائقه و لذت مختلف داره. شما اگر تصور بکنین و هم چوب است و هم چوب است، زمین و هم زمین است و هم زمین است، آبی که میگیره و هم میگیره و هم میگیره. پس چوب یک چوب، زمین یک زمین، آب یک آب. ایناله اگر تو را امی سه چیز مردم برات بتا چی برش دادم میتونی؟ میگه چوب گد کو، کت خاک، کت آب. الله متعال میگه سعی کنین قدرت الله را که از اینمی چوب، آب و خاک بر شما به هزارها هزار قسم میوه ها، هزارها قسم نبات با هزارها قسم طعم و لذت که حتی تو خود تعبیر کرده را میتونی. ولی کسی از بر ما بگه که شیرینی سیب با شیرینی ناک چی فرق داره؟ چه قسم است؟ داری کدام کلمه؟ شما تابال بیچاره متخصص زبان شناسی میگیرین، تابال بر شیرینی ناک و شیرینی سیب یک کلمه ندارین که آدم بفهمه که شیرینی از او چه قسم است. شیرینی از میگه ناک هم شیرین است، سیب چطور است؟ میگه وام شیرین است. انگور چطور است؟ میگه وام شیرین است. مالتا چطور است؟ میگه وام ولا شیرین است. خربوزه وام شیرین است. خواهی 6 قسم شیرینی شد، برای هر کدامش باید یک نام پیدا بکنین. تابال زبان شناسا حتی اون نامایش پیدا کرده نتانستن، اما خالق متعال میگه سعی کنین قدرت مرا که در از اینمی خاک برای شما چیزای خلق میکنم، از اینمی خاک و گل و اینمی چوب که شما با هزارها قسم ذائقه ها از او استفاده میکنین. برای چی هست کل از این دلایل؟ به خاطر ازی است که انسان قدرت خالق متعال درک بکنه. یسقا بماء واحد، آب داده میشن به یک قسم آب، و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل. باز الله متعال میگه برتریت میتیم بعضی از این میوه ها را بر بعض دیگه در اکل، در خوراک یا در ذائقه و لذت. باز الله متعال میگه که الله در کتاب خود یارو چرا ذکر میکنه؟ حکمت چی هست؟ میگه این فی ذلک، یقین داشته باشین که در اینمی مخلوقات که است لآیات، دلایل است، نشانه ها هست، دلایل قدرت الله هست، لقوم یعقلون، بر کسایی که واقعا عقل دارن، واقعا معقولانه زندگی میکنن. این حالی ای کل دلایل قدرت خود الله متعال بیان کرد. حال الله متعال میگه که موقف کفار چی هست و موقف مسلمان ها چی می باشه، این بیان میکنه. مثلا کفار سه موقف خطرناک همیشه انسان های بیدین و بیعقل و جاهل سه موقف میگیرن. اول موقفی که اونا میگیرن، الله متعال میگه که اونا میگن که وقتی که ما خاک شویم آیا ما دوباره به شکل یک انسان میاییم؟ خاک شدیم رفتیم. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که در وجود هر انسان یک حجره است به نام عجب الذنب. عجب الذنب، عین جیم ب ذال نون ب. عجب الذنب این عبارت از حجره است که او را علمای تکنولوژی و ساینس امروز کشف کردن که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که این اهمی عجب الذنب که است، این توسط خاک، توسط آتش، توسط بلعیدن حیوانات در هیچ چیزی از بین نمیره. همین حجره انسان. و در روز قیامت میگم این انسان ها مثل نباتات وارد چی میشن؟ دوباره برمیخیزن. این یک باز شما علامات قیامت بخوانین باز خوبتر این مسئله میفهمین. پس الله متعال میگه که اینمی قسم که شما را ما خلق کردیم از اول از یک نطفه به حساب ساینس، X با X و X با Y یک جای شد، X و یک جای شد دختر شد، X و Y که یک جای شد چی شد؟ بچه شد. یعنی نمی قسم که از XX و XY شما را اول الله خلق کرده، این نمی قسم الله متعال در روز قیامت هم شما را دوباره چی میکنه؟ زنده میکنه. شما اگر در مورد زندگی آخرت میخواین درست معلومات داشته باشین، ببینید که الله متعال سیب چه قسم زندگی داده، ناک چه قسم زندگی داره، مثلا این حیوانات چه قسم زندگی داره، نباتات چه قسم زندگی داره. اگر شما زندگی کلی از اینا را شما یک مورد تحقیق و مطالعه قرار بدین،
باز دوباره خلقت جدید انسان ها برای شما هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. یعنی الله متعال دلایل قدرت خود در آسمان ها بیان کرد. شما تصور بکنین او خالقی که میتونه ایت یک کره زمین خلق بکنه، او خالقی که میتونه ای کهکشان ها را خلق بکنه، او خالقی که میتونه مثلا شما یک چوچگک، امیال تمام علمای ساینس و تکنولوژی 2 قرن است که زحمت میکشن که یک ماشینک جور بکنن که خون بسازن، خون انسانه، که وقتی انسان خون ضرورت میشه از خون کس دیگه نگیره، تا بال نتونستن که یک ماشین خون بسازن. اما شما سعی کنید یک طفلک نو در خانه مادرش که تولد میشه، وقتی که رگکش کمک پچکاری میشه، در داخل وجود وقت خون است. در وجود هر انسان خون، فابریکاهای خون در وجود هر کسی هست. پس او که میتونه از مغز استخوان تو بر تو فابریکه خون بسازه و کل علمای ساینس و تکنولوژی تا بالا قادر نشدن. امیال شما دیدین که کدام شفاخانه بگه ما خون خود ما ساختیم، یا در امریکا ساخته یا در فرانسه ساخته، این یک خون ساختن نمیتونن. یک دکتر یک روز که شیشه بود ما عملیات میکنیم، یک ماشین داریم که برای یک چند ساعت کار قلب میکنه، یک ماشین دیگه داریم که چند ساعت کار گرده را میکنه، یک ماشین دیگه داریم که چند ساعت مثلا در وقت عملیات کار شش میکنه، کار ازیر میکنه. همین ماشینا رو کلشون رو که جمع کنیم گفتیم این چطور میشه؟ گفت والا اگر این کلان می بود الله متعال، یعنی برای یک گرده انسان باید از این میز کده کلان یک چیز ماشین باید باشه که کار گرده را بکنه. الله متعال در یک گرده که بسیار دو دانه گرده‌های خرد بسیار کارهای بزرگی را کرده که علمای ساینس میگه این کار بسیار موقت میکنه، دائمی نمیکنه. پس الله متعال میگه که اینی دلایل قدرت خدا بیان کرد. حالا مشکل کافرها چرا پیدا میشه؟ که اونا فکر نمیکنن. اگر این فکر کنه او خالقی که این آسمان‌ها را خلق کرده، این خالقی که آفتاب خلق کرده، این کهکشان‌ها را خلق کرده، بر از او دوباره زنده ساختن یک مخلوق چی مشکل داره؟ این حال میگه اینی دلایلی که در آسمان‌ها و زمین الله ذکر کرد. باز میگه سعی کنین انسان‌های غیر معقول چی میگن. اول میگه و این تعجب، اگر تو تعجب میکنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، فعجب قولهم، بسیار تعجب آور است سخنهای این مردمای بیدین که تو استدلال میکنن که اذا كنا ترابا، وقتی که ما خاک شویم، انا لفی خلق جدید، آیا باز ما دوباره از خاک مخلوق جدید میشیم، باز ما از خاک برخیزیم و باز یک مخلوق باشیم، یک انسان جدید. الله متعال گفت که شما سعی کنید که از خاک ما چند صد قسم میوه براتون خلق کردم. آیا مخلوقات جدید نیستن؟ از خاک به چند صد قسم سبزیجات ترکاری ها هست. آیا مخلوقات نیستن؟ وقتی که یارو ببینه اللهی که میتونه که از اینمی خاک سیب خلق کنه، انگور خلق کنه، میوه‌جات خلق کنه، خرماهای رنگارنگ خلق کنه، رنگارنگ، نمیتونه پس دوباره انسان خلق کنه؟ پس این برش بسیار آسان است. اینا میگه اگر اینا تعجب میکنن، سخن خود از اینا بسیار تعجب آور است، یعنی یک سخن بسیار احمقانه است که به اساس یک تفکر و تدبر صورت نگرفته، او تو بدون فکر این سخن میزنن که باز میگن اذا کنا، وقتی که ما باشیم ترابا خاک شویم، انا لفی خلق جدید، آیا باز ما مخلوقات جدیدی باز خلق شدیم؟ اولئک الذین کفروا بربهم، اینمی کسایی که گپا را میزنن یا کسایی هستن که کافر شدن بر ربشان. و اولئک الاغلال فی اعناقهم، این کسانی هستن که در گردنهای از اینا طوقها هست، یعنی مثل که یارو کس خفک کرده باشه، آدمی که خفک شده باشه، از عقل خودم کار گرفتن نمیتونه و چیز همینقدر فقط برای زندگی کردن. یعنی مردمای کافر مثل چی هست؟ مثل آدمی که 24 ساعت می دار ویزان باشه، فقط در زندگی خود فکر کرده میره، از عقل خود دیگه مسائل هیچ کار نمیگیره. و اولئک، و در روز آخرت هم همین جزا باز برشان داده میشه که در گردنایشان اینموت زنجیرها انداخته میشه. و اولئک اصحاب النار، اینا اصحاب یا اهل دوزخ هستن، هم فیها خالدون، در دوزخ همیشه میباشن. دوم مشکل دشمنای دین یا مردمای غیر معقول چی هست؟ دوم دلیلشان یا مشکلشانی است که یا همیشه وقتی که برشان بگویی که عذاب است، عذاب آخرت است، دوزخ است، میگه الا زود برم دوزخه، الا همین عذاب از سر ما نازل بکن. و یستعجلون که بالسیئه قبل الحسنه، یا زیادتر بدیها را میخواین قبل از حسنات. او برادر این مردمای بیدینه که سعی کنی همیشه سرزنش که در دوزخ چه قسم میشه، در فلانی چطور میشه. او برادر تو اول از حسنات حساب بکن، از مردمای خراب حساب نکن، از مردمای خوب حساب بکن، از مردمای نیک حساب بکن. از مردما، بعضی مردما فکر مثبت دارن، همیشه از چیزای مثبت خوب اول سخن شروع میکنن. بعضی کساس هم اول که ببینه ولد منطقه، اگر مثلا در یک منطقه 100 جوان خوب باشه، یک دو تا خراب باشه، یه دو تا را معرفی میکنه.
نه، اول از بدی ها شروع نکن، اول از خوبی ها شروع بکن. بگو والا ماشاءالله ما جوانایی داریم دیندار هستن، در مکتب رخصت هستن، در پانتون رخصت هستن، از درس رخصت هستن، از جایای دور، حتی برادر هستن از کاپیسا میایین، بعضی کسا از پلچرخی میایین. ببین در علاقات درس شما از جاهای دور دور میایین و اینجا چی میکنن؟ در درس قرآن شراکت میکنن. مشکل میگه مردمای بیدین چی است که همیشه میخوان که بر تو عاجل برشان بدی ها را برسونی. رسول الله میگه قبل از رسیدن بدی ها، قبل از اینکه بر شما دوزخ برسه، عذاب دوزخ برسه، مثلا عذاب قبر برسه، باز عذاب ببینید، سختی ها رو ببین، از خوبی هاش چی کنین؟ استفاده بکنین. بین قرآن را بخارین، بین ایمان داشته باشین. وقتی که تو خوب ایمان داشته باشی، اخلاق خوب داشته باشی، عمل خوب داشته باشی، ولو که دوزخ هر قدر کلان باشه تو بیغم هستی. میگی حالا مثلا اگر نفر دزد و کیسابر و قمارباز نیست، والا این زندان میخوان که 40 منزله بسازه، میگه بالا ده پس اگر 200 منزله هم بسازه به من در ما قصهش نیستم. چرا؟ میگه والا ما وقت زیاد اگه داشته باشم میرم در یک باغ زیبا درس میخوانم، من رو به زندان چی؟ این الگم سر چی است که میگه یکی از صفات مردمای بیدین چی است که و استعجلون بالسیئات، شتاب میکنن از تو یا طلب میکنن عاجل چی را؟ بدی ها را، قبل الحسنات، پیش از نیکی ها، و قد خلت من قبلهم المثلات. میگه اینا اقل فکر بکنن که چی است پیش از اینا گذاشته، قد خلت گذاشته است، من قبلهم قبل از اینا، المثلات. مثلات چی معنی؟ یعنی عذاب ها. خود شما ببینید که در دیگه قوم هایی که عذاب ها نازل شده که مثالای در قرآن زیاد است، از اون عبرت بگیرین، درس بگیرین. و ان ربک، حالا مثلا امروز اگر یک کس کافر میشه، حداقل یک 20 سال پیش کافرایش در نظر خود بگیرین. 20 سال پیش اگه تو میامدی مثلا در افغانستان کافرای بسیار خطرناک وجود داشت، یک کسی میگفت که ترکی هستم من، اینا میگفتن رهبر خلاق است. میگفتیم رهبر خلاق چی؟ ما خرد بودیم. میگفت یکی خالق است که خلق کننده است، این از خالق کدام رتبهش بلند است، خلاق است، بسیار خلق کننده. این کفر میده. اینا کمونستا میگفتن همین کارمل و نجیب. یا حالا چه شدن؟ ترکیشم که کفر اختیار کرد، بالاخره شاگرد وفادارش که دستای شماش میکرد او خیس کشته شد. عبرت نیست برای کافرای امروزی؟ مثلا او دیگهش کارملش در روسیه در کجا کشته شد، مرد به مرگ خود هلاک شدن. این دیگه نجیبش دو چارایی مثلا کشال شد، مردار شد و اکثریت از اینا. پس این میگه الله متعال میگه شما سعی کنید این عاقبت کافرای چند سال پیشه، فرعون چه شد، هامان چه شد، شداد چه شد، ابو جهل چه شد، نمرود چه شد، در زمان ما شما هتلر چه شد، لنین چه شد، ماسولینی چه شد، اینا کلش مردمای طاغوت و مردمای گمراه و بیدین بودن. ببین عاقبت از اونها چی شد؟ ذلیل شدن، خوار شدن. کجا رفتن؟ زیر خاک رفتن. خب اما در روز آخرت خسته هستن نیستن؟ هستن. چی جواب الله را میتن؟ پس انال تو از انسانهای نیک سرچشمه بگی که عمر فاروق، ابوبکر صدیق یا پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، مهاجرین، انصار، صحابه چی مردمای خوب بودن. اینه میگه عادل برفت و نام نیکو اختیار کرد، ظالم برفت و قاعده زشت از او بمان. الله متعال میگه که وقد خلت من قبلهم المثلات، پیش از اینا بسیار عذاب ها گذشته. و ان ربک، و یقینا پروردگار تو، لذو مغفرت للناس، بسیار صاحب مغفرت است برای مردم. یعنی الله متعال ولو که یک نفر 100 سال هم در کفر بیدینی باشه، الله او را مغفرت میکنه وقتی که به الله رجوع بکنه، یک قلب خوب داشته باشه، پاک داشته باشه. بسیاری کسا هستن. یک قصه را براتون بگم. خو یک وقت ما سنم خرد بود، پدر کلان ما در یکی از اون مساجد در دیافغانان خطیب بود، نوبات دیافغانان میگفتن، نزدیک قول آبچکان است. یک روزی پدر کلان ما رفت سر یک جنازه. اونجا چون خطیبا و علما زیاد جنازه را میخوانن، اولادایشان را میبینیشانن. خب من وقت سال میکنیم، خانه ما اونجا نزدیک بود که اکثرا جنازه ها مردم که میوردن در جنازه مثلا 500 نفر، 200 نفر، 300 نفر، 1000 نفر، بعضی جنازه ها بیخی منطقه نفر میگرفت. عالی دیدیم که یک جنازه را آوردن که در این جنازه یک نفر داره، یک نفر، یک جنازه یک نفر. سبحان الله. خب ما که رفتیم، پدر کلان ما چون دو وقت ادب می قسم بود که تا وقتی که اونها خودش بر ما باز نمیگفت ما سوال نمیکردیم، قرار گوش میگرفتیم. بالاخره صاحب جنازه را آوردن، یک نفر داره، از اقاربش است. خوی جنازه را ماند، بالاخره صدا کردن، گفتن او برادر، همین دکاندارا را صدا کردن که او آجی جمعه، یک کسی بود دکاندار آجی جمعه هم داشت، او آجی جمعه او فلانی، ببین که هیچ کس نداره، همین جنازه از یک چند نفر بخونیم. خود 5-6 نفر جمع شدن، 5-6 نفر جنازه از خان. خب شاید شما با این قصه جنازه یا یک نفر بود، همین نفر که توش آمده، این یک دانه کامراگک در دستش است، تق 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 عکس گرفته میره.
بعدم خورترگی گفتم تو سعی که تو یک تا مقتدی داره مسجد یا هم کامرامین این تق تق کردم میرفت فیلم گرفتم میرفت این نماز هم نخوان این که کلگی نماز میخوان این عکس هم میگیره که بالاخره تا سر قبر که بردن دم قبر هم یک عکس گرفتم میرفت داخل قبر هم که ماندن یک عکس گرفتم میرفت خب که خلاص شد بالاخره پرسیده شد که چی قسم مردم بودن او پدر کلان ما باز قصه کرد و ابو کسایی که اونجا بودن واقعه کردن گفتن که برادر این نفر که جنازه رو کارده بود گفت دو تا برادرها بودن هر دوش کافر بودن یا در سابق در شهر کابل اینجا امی کوها و ترا جای خوب سیاحتی بود مردم میامدن اونجا در شهر نو یک هتل بود به نام فرند هتل باز اونجا اسب میگرفتن با کوها بالا میشدن که اسبای خود انگلیس میامد و امریکایی میامد و خارجی میامد اینجا زیاد. این وقتی که من براتون قصه میگم این زمان ظاهر خان است دیگه متوجه هستین. خب بالاخره این دو تا بیادرها آمدن که میریم در افغانستان و در اینجا سیاحت میکنیم. در راه در طیاره که شما بسیاری وقتا سابقا معلوم است کم کم در طیاره که شما سفر میکنین حتما اونجا گوشیگکا در گوشت میباشه. سابق گوشی بود حال باز فیلم هستن او گوشی میبود و گوشی که میزدی دوبای که سفر کرده باشین کسایی که سفر کردن به دوبای و اینجا باز این چیزا که است کشورهای اسلامی باز طیارهش یک چیز هم داره یک خواندن داره و فیلم داره و فلانی داره باز یگان چی داره قرآن داره تلاوت قرآن بعضش ترجمه قرآن هم داره یعنی خواستن که مثلا اگر کسی میخواد بشنوه اینمی نفر یام 60 سال است پیر است و امیرش سفیده که تق تق میکنه یام تقریبا 65 ساله آدم است. این دو تا بیادر 60 و 65 ساله و 70 ساله این دو تا بعد از تقاوتی خود آمدن که میریم افغانستان سیاحت چکر میریم در اینمی جا که یا میان دمی داخل طیاره امی یک بیادر به بیادر دیگه خود میگه که بیادر چی گپ است میگه والا من مسلمان شدم کلمه خواندم چه قسم والا قرآن شنیدم کلام الله را شنیدم اینا گفتم که لا اله الا الله محمد رسول الله در طیاره. خب چی کنم گفت یک وصیت برات میکنم که اگر من احیانا در جریان سفر بمرم چون من مسلمان شدم مرا به طریقه اسلامی دفن کنید. باز گفتی که در افغانستان آمد قدرت الله عجلش گرفته بود اینجا میگه وفات کرد بازی برادرش آمده بود اینجا مردم گفته بود که ما کمک بکنین من خودم خود مسلمان نیستم این بیادر مسلمان شد امیر به طریقه اسلامی دفن بکنین. پس این از قدرت الله متعال که یک کس را هدایت میکنه. الله متعال میگه که و این ربک لذو مغفره الله بسیار سیکو مغفرت 60 سال کافر است در سال 61 برای هدایت میکنه کلمه را برش یاد میته قلب پاک داشت الله برش بزرگترین نعمت 60 سال بعد برش داد. یک نفر دیگر ببینی که 60 سال مسلمان است در سال 61 میره کافر میشه. این قسم هم است ما شما میبینیم یک نفر بسیار خوب آدم میباشه تا آخر ببینی که یک دفعه غرور و تکبر سرش میگه یک دفعه از دین میبره. اینی مرد که 60 سال کافر بود در سال 61 ان الله برش هدایت کرد آمد دونه موجود می قلاب چکان دفنش کردن اونم یک بیادرشون عکسایش گرفت رفت. اینجا الله متعال میگه و این ربک لذو مغفرت للناس و یقین داشته باش که رب تو بسیار صاحب مغفرت است برای مردم علی ظلمهم وجودی که یا خودشان سر خود ظلم میکنن و این ربک لشدید العقاب و این هم در فکرتان باشه. سعی کن دیروز که ما شما گفتیم که انسان مسلمان قلبش باید در چی باشه در بین خوف و رجا. این آیت قرآن یکیش رجا را میگه چی میگه میگه و این ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم الله متعال بسیار صاحب مغفرت است رحمان است رحیم است تواب است این صفات داره. از این خاطر باید امیدوار باشی همیشه برای الله ولو که هر قدر گناه کردی با وجود که نفست ظلم کردی گناهکار هستی با وجود از این میگه چی باش بر رحمت الله باید امیدوار باشی. چرا الله ذو مغفرت هست الله رحمان رحیم است. و این ربک آله این قلبت 50% رجا شد باید 50% خوف هم باشه. قلب در بین خوف و رجا باید متعادل حرکت بکنه. الله متعال میگه و این ربک لشدید العقاب این هم باید فکرت باشه که پروردگار تو بسیار سخت سرزنش کننده هست. اینا مسلمان قلبش باید بین چی باشه ترس از عدالت الهی که اگر الله متعال انتقام گرفت بسیار سخت عذاب میکنه و هم امیدوار هستیم به رحمت الله که هر قدر گناهکار هستیم بازم الله متعال ذو مغفرت هست. و یقول الذين كفروا این دلیل دوم کافرها را گفت که یا تعجیل در بدی ها میکنن. سومش است و یقول الذين كفروا سوم دلیل کافرها چیست لولا انزل علیه آیه من ربه میگه همیشه برای پیغمبر بر دیندارا میگه نشان بده یک دلیل از قدرت الله را بیار برای ما یک معجزه. سعدی رحمت الله چی میگه میگه برگ درختان سبز
در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگان. اگر تو اینمی ورق ببینی میگه یک دفتر یک کتاب است. یک برگ درخت اگر تو سر ازی تحقیق کنی، یک متخصص زراعت پرسان کنی، امی برگ درخت مثلا ای رشد میکنه، میگه بله رشد میکنه، ای تغذیه میشه، میگه بله تغذیه میشه، ای اکسیژن میگیره، بله میگیره، ای غذای خود از کجا میگیره، کلش که بر تو تشریح کنه یک کتاب میشه درباره چی؟ درباره یک برگ درخت. و اینمی کتابه که تو بخونید کلش دلایل چی است؟ دلایل قدرت الله است. متوجه شدین؟ شما سعی کنید در منزل چهارم درخت برگش هست همونجا سبز میزنه، سبز هفته ها کس برای درخت عوام نداده، لکن برگش چی است؟ برگش همینجا سبز است. تو که انسان هستی در منزل 4، اگر 2 روز بر تو نرسه در روز سوم وضعیتت خراب میشه. این ببین سبحان الله، الله قدرت خدا نشان میده. پس اینالی تمام از یا کسی کلش دلایل قدرت الله هست. میگه انسان های بیدین که از چی است؟ همیشه با زمین دلیل میگن. در دلایلی که پیش رویش است، چشم خودت دلیل است به وجود خالق متعال، قلبت دلیل است به وجود خالق متعال، دستت دلیل است به وجود خالق متعال، ای آسمان و زمین و سیارات و کل ازی دلیل هستن به قدرت الله متعال. اگه کس سر از کم کم فکر بکنه، لکن باز چی میکنن؟ یا میگه سر از هیچ فکر نمیکنه، باز چی میگه؟ بیار برای من دلیل بیار، بیار برای من معجزه بیار. و یقول الذين كفروا، و میگن کسایی که کافر شدن، لولا انزل علیه آیه، چرا بالای رسول الله صلی الله علیه و آله یک معجزه که ما طلب میکنیم بدل خود او قسم نمه من ربی از جانب پروردگارش. الله متعال بر رسول الله میگه که انما انت منذر، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو خود پیغمبر هستی، بر از اینا بیم میتی از بدبختی ها و از گمراهی ها. دیگه تو نمیتونی که از دل خود هر لحظه هر کس که هر چیز خاصی که برش معجزه چیکن. چرا معجزه به دست پیغمبر؟ همین قسم که معجزه به دست پیغمبر نیست، کرامت هم به دست خود ولی نیست که ولی هر وقت خواسته باشه کرامت نشان بده. متوجه هستین؟ کرامت هم به اولیاء الله از طرف الله داده میشه و معجزه هم به پیامبران الله از طرف الله داده میشه. و هر معجزه‌ای را برای هر پیغمبر که الله داد میته. مثلا موسی علیه السلام عصا داده بود، اما عصای رسول الله صلی الله علیه و معجزه عصای موسی را نداشت. عصای رسول الله صلی الله علیه و عصای عادی بود، عصای موسی علیه السلام معجزه بود. قرآنی که بالای رسول الله صلی الله علیه و نازل شده، کتاب رسول الله صلی الله علیه و معجزه بود، کتاب موسی علیه السلام معجزه نبود. از این خاطر در کتاب از چی شد؟ تحریفات آمد. این کتاب معجزه است، کسی را تغییر داده نمیتونه. با میلیون ها دشمن داره. همین قرآن کس با میلیاردها میلیارد دشمن داره که اگه زورشان برسه می قرآن از روی زمین محو میکنن. با تمام امکانات خود نمیتونن. چرا؟ قرآن عظیم شان کس کتابی است که الله رو چی میکنه؟ حفظ میکنه. خب انما انت منذر ولکل قوم هاد، و الله متعال میگه برای هر قوم، برای هر کس ما چی روان کردیم؟ هادن، هدایتگر روان کردیم که او را راهنمایی بکنه. یا پیغمبر راهی میکنه، یا مثلا جانشین پیغمبر راهی میکنه، یا یک کسی یکی مخلوق از مخلوقات الله هست که اونا مردم دعوت میکنن و راهنمایی میکنن. الله یعلم، این دیگه قدرت الله را میگه الله هست یعلم، میداند که ما تحمل کل انثى، که هر مؤنثی که چیز را حمل میکنه. حالا اینمی مؤنثی چیز را که حمل میکنه کی میفهمه؟ مسائل ساینسی و عادیش انسان ها هم میفهمن. میتونه از طریق التراساوند یا معاینات تلویزیونی اطلاع بگه که بچه هستی، دختر است، لکن شقی هست، خوشبخت است، بدبخت است، کافر است، مسلمان است، آیندهش خوبش است، آیندهش خراب است، سعادت داره نداره، کلی خصوصیات از اینه و تقدیر از اینه کی میفهمه؟ الله متعال میفهمه. ما تحمل کل انثى و ما تغیض الارحام، و آنچه را نقص میکند رحم ها، و ما تزداد، و آنچه را که زیاد میکنه، یعنی زیادت اینمی کروموزوم ها. مثلا اول به شکل کروموزوم XX و XY است، باز بالاخره از مؤنث XX است، از مذکر XY است، نه بالاخره باز مثلا X از او با X از او یک جای میشه و بازی خرد کلان میشه و بالاخره مدغه و علقه و سلسله های مراتب کلیه است. این کلش میگه خالقش الله متعال است و الله با کل لحظات ازی با علم غیب خود با خبر است. و کل شیء عنده بمقدار، و هر چیز که از به نزد الله متعال به اندازه هست. این چی معنا میده؟ معنایش است که مردم در زندگی هیچ چیز تصادف نیست. امروز تو در مسجد آمدی تصادفی است؟ نه خیر، این از طرف الله بر تو مقدر است. ایناله تو خوشحال باش که الله متعال تو را پذیرفت در مجلس قرآن شان. یک کس دیگه بدبخت از سوره الله متعال از مسجد خود رانده امیال قرار رسیده، ما 6 تا فیلم سال داره. یک کس دیگه امیال قرار در زیر صندلی 6 تا دروغ میگه، غیبت کرده میره. پس کل ازی پیش الله متعال کل چیز مقدر است. فلان بنده ما در فلان وقت اینی کاره به اختیار خود میکنه و ما بر از او توفیق میتم. قلب پاک داره. یک نفر قلب کثیف داره، یک روز که الله برش توفیق داد که آمد 6
قلب کثیفش مانعش میشه، سبا باز در درس قرآن و در درس سنت و در درس دین نمیشینه. شیطان میبره جو 100 قسم چی میکنه، فلسفه و وسوسه برش میکنه که تو چی میکنی اینجا میری، برو همون دروغگوی خوب است، برو همون فیلم اوندو خوب است، همون فیلمای لچکی خوب است، برو همون خودم مصروف بساز، برو در غیبت خوب است. اما انسانی که میگه علامت خوشبختی چی هست، که انسان فکر کنه آیا من خوشبخت هستم یا عمل مرا الله قبول کرده، آیا الله قرآن تو را که تو میخوانی قبول کرده. میگه دلیلش چی است که اگر قبول کرده باشه با صبا هم تو را توفیق میده که بیایی. فهمیدی؟ اگر قبول نکرد خوشش نامد عملت، صبا بر توفیق نمیده. صبح که شد وقت شیطان در جانت می و بالاخره پایت قطع میکنه و روانت میکنه به یک طرف دیگه. پس ای که الله برات توفیق میده که هر روز در نماز الله را بخوانی، توفیق میده که مثلا بخیز نصف شب جای نماز اوار بکنی، کل مردم خواب هستن تو سجده به بارگاه الله بکنی، کل مردم مثلا در غفلت هستن تو کلام الله را بخوانی، این کلش مجموعه توفیقات الهی است که الله متعال تو را دوست داره و عمل تو را قبول کرده که فردا هم بر تو. مثل که مثلا شما میرید در خانه تان یک گلکار کار دارین، این گلکارا رو 3-4 تا گلکار کار میکنه، پس آن کارتان کم میشه. اما گلکاری که خوشتان آمد بازور میگه تو سبام بیا و دوگار میگه شما رخصت هستید، یا مزدور کار میبرین 3 تا مزدور اون مزدوری که خرابکاری میکنه تو سال میکنه میگه او ولی بسیار منافق مزدور است، سعی رفت 1 ساعت تنها در وضو کردن تیر کرد. صبح که شد اگر چه خدا دیندار میگیره نه، اما خوش تو نمیاد، تو هم دیندار هستی، همین دینداری از او به هدف غلط است. پس وقتی که صبح میشه تو باز میگی نه 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 همین تو دیندار صاحب هیچ سبا نبیه، برو بخیر. اون نفر دیگه والا این شما بسیار خوب آدم بدین، سبام بیا، کار منوز باقی مونده. پس کسی را که الله خوش کرد بر از او توفیق چی را میده؟ توفیق عبادت میده، توفیق فهم قرآن میده. حالا بسیار کسا 60 ساله شده قرآن معنایش نمیفهمه. بعضی کسا عمل در بین شما جوانای شاید 15 ساله 14 ساله 13 ساله باشه، همینجا که می قرآن شریف میخونه خوشت میگه سبحان الله، که الله چه خوب نعمت را داده. این سن 13 و 14 و 15 سالگی یا 18 و 19 سالگی این قرآن ختم میکنه. دیگر از یک سرتیفیکیت هم میگیره، شهادتنامه که من ترجمه قرآن دارم. همین کاپی از که در قبر کتت بارن الله متعال به خاطر عظمت قرآن. از این خاطر رسول الله این قرآن که از بعضی مردم ها توسط این قرآن عظیمشان صاحب عزت میشه و بعضی مردم ها توسط این قرآن چی میشه؟ ذلیل میشه. او کسی که به قرآن ایمان داشت، برای این وقت داد و این فهمید و مطابق از زندگی کرد، الله او را عزت میده، مثل صحابه کرام. و کسایی که با این مخالفت کردن مثل مشرکین و ملحدین و دشمنای اسلام، الله متعال ابو جهل چقدر قدرت داشت توسط قرآن تو ذلیل شد. سابق مردم ابو الحکم میگفتش پدر حکمت ها، رسول الله هم گفت چی پدر حکمت هاست؟ این ابو جهل است، پدر جهل است. پس این الله ذلیل ساخت توسط چی؟ توسط قرآن. خب الله متعال و کل شیء عنده بمقدار، عالم الغیب و الشهادة الکبیر المتعال. این توحید اسماء و صفات در قرآن عظیم شان 3 اسم و 3 صفت الله را بیان میکنه. یکی از اسماء الله الحسنا چی است؟ عالم الغیب. الله متعال عالم غیب است، عالم غیب و شهاده. این صفت علم غیب بغیر از الله هیچ مخلوق، هیچ ملائکه، هیچ پیغمبر ایران ندارن. دیگه صفت الله متعال چیست؟ الکبیر است، ذات است که بر از او کبریا، عظمت، بزرگی کبیر است، بزرگ است. از این خاطر اگر انسان میخیزه خود با صفت الله تشبیه میکنه، الله او را ذلیل میسازه. اگر کس میگه که من علم غیب میفهم، الله او را ذلیل میسازه، میگه تو کافر هستی. اگر یک کسی تکبر میکنه، متوجه هستین خود با بزرگی الله مقایسه میکنه، الله او را ذلیل میسازه. المتعال، الله متعال ذات است که یکی از اسماء و صفاتش المتعال است که بسیار ذات عالی مرتبه هست، عالی مقام هست. ما و شما که هستیم مقام ما بسیار ضعیف است، بسیار عاجز هستیم، بیچاره هستیم. اگر بسیار کلانکاری هم بکنیم همین خواه ما که برد دیگه هیچ از جان خودم خبر نداریم. عالی بودن و متعال بودن این از صفات الله است.